سلام به روی ماهت، سما هستم با قسمت دوم کتاب 7 عادت مردمان مؤثر. اگه قسمت اول رو ندیدی به پلیلیست کتاب 7 عادت سری بزن و از اونجا قسمت اول رو ببین و بعد بیا وارد قسمت دوم شو. در قسمت دوم در مورد تأثیر برداشت میخواد استفان کافی بگه به ما. 7 عادت مردمان مؤثر حاوی بسیاری از اصول اساسی برای کارایی انسانه. این عادت‌ها بنیادی و اصلی هستند و نمایانگر درونی شدن اصول درستی هستند که پایه و اساس خوشبختی و موفقیت پایدارند. اما پیش از اینکه بتونیم به راستی این 7 عادت رو دریابیم، نخست لازم است که به برداشت‌های خود پی ببریم و ببینیم چگونه میتونیم برداشت‌های خودمون رو عوض کنیم. هم اخلاقیات منش و هم اخلاقیات شخصیت نمونه‌هایی از برداشت‌های اجتماعی هستند. واژه برداشت که ریشه یونانی داره نخست اصطلاحی علمی بوده که امروزه به مفهوم نمونه، نظریه، ادراک، فرضیه یا چارچوب مرجع داره به کار میره. به مفهوم عامترش یعنی نگرش ما از جهان، البته نه آنچه که با چشمان خود میبینیم، بلکه به معنای فهم و ادراک و تفسیری که از جهان داریم. در اینجا منظورم از برداشت نقشه است، با این فرض که همه میدانیم نقشه خود منطقه نیست. نقشه فقط نمایانگر جنبه‌های معینی از یک منطقه است. برداشت نیست دقیقاً همینطور، یعنی نظریه و توجیه یا الگوی یه چیز دیگه. تصور کنید میخواهید در مرکز شیکاگو به نقطه دیگه‌ای برید. نقشه شهر کمکتون میکنه که به مقصدتون برسید. اما اگر نقشه اشتباهی در اختیارتون قرار گرفته باشه و مثلا بر اثر اشتباه چاپی روی نقشه دیترویت نوشته شده باشه نقشه شیکاگو، هر اندازه هم که در راه رسیدن به مقصدتون بکوشید، تلاشتون به جایی نخواهد رسید و نتیجه جز ناکامی نخواهید داشت. شاید در مورد رفتارتون بیشتر دقت کنید، سعیانه بکوشید، در نهایت پشتکار به پیش برید، بر شتاب خودتون بیفزایید، اما تلاش هاتون موجب خواهد شد که هرچه سریعتر به جای نادرست برید. شاید در مورد گرایشتون بیشتر دقت کنید، مثلا به مثبت اندیشی بپردازید، باز هم به جای درستی نمیرسید. البته شاید اهمیت ندید. شاید گرایش مثبت شما سبب شود که در هر کجا که باشید احساس رضایت کنید. نکته اینجاست که به هر حال شما گم شدید. مشکل اصلی به رفتار یا گرایش شما بستگی ندارد، به نقشه نادرستی مربوط است که در دست شماست. اگر نقشه درست شیکاگو رو در دست داشته باشید، آنگاه پشتکار شما اهمیت پیدا می کند و اگر در طول راه با موانعی ناکام کننده روبرو شوید، آنگاه گرایش شما می تواند واقعاً مؤثر باشد. اما لازمترین و مهمترین شرط اینه که نقشه درست و دقیقی رو در دست داشته باشید. همه ما نقشه های بسیاری در سر داریم که می توانیم به 2 دسته اصلی تقسیمش کنیم. نقشه‌هایی از امور به گونه‌ای که هستند یا واقعیات و نقشه‌هایی از امور به گونه‌ای که باید باشند یا ارزش‌ها، و همه تجربه‌های ما را از روی این نقشه‌های ذهنی تفسیر می‌کنیم و ندرتاً دقت آن را مورد سوال قرار می‌دهیم. معمولاً حتی از داشتن این نقشه‌ها بیخبریم. به سادگی فرض می‌کنیم آن گونه که امور رو می‌بینیم عین واقعیت یا همون گونه که باید باشند و گرایش ها و رفتارهای ما زایده آن فرضیات هستند. نگرش ما از امور منشأ طرز تفکر یا شیوه عمل ما هستش. پیش از اینکه فراتر برم به اکتشاف عقلانی و عاطفی دعوتتون میکنم. چند لحظه میخوام به تصویری که توی این ویدیو الان براتونم میذارم یه نگاهی بندازید و بعدش به تصویر صفحه بعدش نگاه کنید. حالا قبل از اینکه این تصویر رو براتون بذارم، اینجا داره در مورد این میگه که اون برداشت هایی که ما داریم اونا نقشه هستن، منطقه رو نشون در واقع خود منطقه نیستن، فقط دارن یه شمایی از یک منطقه رو به ما نشون میدن که اگر اون نقشه نادرست باشه، هر چقدر ما رو رفتارمون کار کنیم، هر چقدر رو گرایش مثبت خودمون کار کنیم که بخوایم مؤثر باشیم، تأثیر نداره. انگار ما با یه نقشه اشتباهی میخوایم به یک مقصدی بریم که اون مقصد و نقشه با هم همخونی نداره.
خب 2 تا تصویر رو میاره اینجا نشون میده که اینجا براتون توی ویدیو میذارم، تصویر اول و تصویر دوم. به یه دسته از افراد تصویر اول داده میشه، به یه دسته از افراد تصویر دوم داده میشه و بعد از مدتی که این تصویر رو دیدن، حالا ازشون دعوت میشه که تصویر سوم رو ببینن و اونجا توصیف کنن که چی دارن مشاهده میکنن. خب به اونایی که تصویر اول بهشون داده شده میگه یه تصویر زنی را میبینید، تصور میکنید که این زن چند سالشه، چگونه به نظر میرسه، چی پوشیده، فکر میکنید چه نقشهایی داره. احتمالا حالا که به تصویر سوم نگاه میکنید، اونایی که تصویر اول دستشون بود، میگه زن 25 ساله و بسیار زیبا رو احتمالاً توصیف میکنید که مطابق روز لباس پوشیده، یه بینی کوچیک و ظاهر موقری داره. شاید اگر مرد مجردی باشید بخواید به خواستگاری او برید، اگر هم در کسب و کار لباس باشید شاید بخواید اون رو به عنوان مانکنتون انتخاب کنید. اما اگر به شما بگویم که اشتباه میکنید و این تصویر زنی 60 یا 70 ساله هست که غمگین به نظر میرسه و دماغ گنده‌ای داره که قطعا نمیتونه مانکن باشه و حتی اگر بخواد از این سوی خیابان به آن سو بره باید کمکش کنید، اونگاه چه پیش میاد؟ حق با کیست؟ یه بار دیگه به این تصویر نگاه کنید. آیا میتونید پیرزن رو ببینید؟ اگر نمیتونید به کوشش ادامه بدید. آیا میتونید بینی بزرگ و شالش رو ببینید؟ اگر در حضور یکدیگر به این تصویر مینگرستیم میتونستیم با همدیگه بحث کنیم، میتونستیم اون چیزی رو که میبینیم برای همدیگه توصیف کنیم. من هم میتونستم اون چیزی رو که میبینم برایتون توصیف کنم. میتونستم اونقدر با هم گفتگو کنیم تا بتونیم آن چیزی رو که در تصویر میبینیم به وضوح نشونتون بدم و همون چیزی رو که میبینیم به روشنی نشون همدیگه بدیم. اما چون قادر به این کار نیستیم، حالا تصویر دوم رو نگاه کنید. اون وقت مجدد به این تصویر سوم نگاه کنید. آیا اکنون میتونید تصویر پیرزن رو ببینید؟ لازمه که نخست تصویر پیرزن رو ببینید و آنگاه به مطالب کتاب ادامه دهید. نخست سالها پیش در دانشکده امور بازرگانی دانشگاه هاروارد با این تجربه مواجه شدم. مربی میخواست با استفاده از این تصویر به شیوهی روشن و آشکار نشون بده که 2 شخص میتونن به یک امر واحد نگاه کنن و با هم مخالفت کنن و حق نیز با هر 2 نفر باشد. اگرچه این امر منطقی نیست، روانی هست. مربی دسته بزرگی از تصاویر رو همراه آورده بود که روی نیمی از اون تصویر زن جوانی بود که همون تصویر اوله و روی نیمی دیگر تصویر زن پیر بودش. مربی تصاویر رو میان شاگردانش تقسیم میکنه. تصاویر زن جوان رو به یه طرف کلاس میده و تصاویر پیرزن رو هم به طرف دیگه میده. اما میخواد که به مدت 10 ثانیه به دقت به این تصاویر نگاه کنیم و اونگاه تصاویر رو بهش برگردونیم. آن وقت تصویر سوم رو که تلفیق هر 2 تا تصویر هست توسط فیلم برای شاگردان نشون میده و از اونا میخواد آنچه را که میبینن توصیف کنن. تقریبا همه شاگردانی که نخست تصویر پیرزن رو دیده بودن، این بار هم تصویر پیرزن رو میتونن ببینن. آنگاه استاد از یکی از شاگردان میخواد آنچه را که میبیند برای شاگردی که آن طرف کلاس نشسته توصیف کند. در ادامه گفتگو مشکلات ارتباطی نمایان میشود. پیرزن؟ منظور چیه؟ این زن نهایت 20 الی 22 ساله هستش. دست بردار، چرا شوخی میکنی؟ این زن 70 یا 80 ساله هستش. انگار حالت خوب نیست، مگه چشم نداری؟ این زن که جوان و بسیار زیباست. زیبا این یک عجوزه پیر است. گفتگو همچنان ادامه داشت و هر کدوم از طرفین از موضع محکم خودشون مطمئن بودن و همه اینا به رغم امتیاز بسیار مهمی پیش اومده بود که این شاگردان ازش برخوردار بودن. بیشتر حاضرین در این مباحثه پیشاپیش میدانستند که همواره نقطه نظر دیگری نیز وجود دارد، یعنی همان چیزی که بسیاری از ما هیچگاه به آن اقرار نمی کنیم. با این حال نخست فقط تعداد محدودی از شاگردان به راستی کوشیدند که تصویر را از چارچوب مرجع متفاوت ببینند. پس از مدتی گفتگوی بی‌حاصل یکی از شاگردان برخاست و به سوی تصویر رفت و به یکی دیگر از اون خطوط رو نشون داد و گفت آیا گردنبند زن جوان رو نمی‌بینی؟ دیگری گفت این که لب پیرزن است. تدریجاً توانستند تفاوت‌هایی رو که می‌دیدن با هم در میان بگذارن و سرانجام یکی از شاگردان و آنگاه یکی دیگر و آن وقت یکی پس از دیگری تصویر هر دوتا رو تشخیص بدن.
از طریق گفتگوی آرام و مدام و سرشار از احترام سرانجام همه ما توانستیم نقطه نظر دیگری را هم ببینیم. وقتی چشم از تصویر برداشتیم و دوباره به آن نگریستیم، بیشتر ما بیدرنگ توانستیم تصویری را که در 10 ثانیه نخست شرطی سازی شده بود رو تشخیص بدیم. اغلب اوقات به هنگام کار با افراد و سازمان‌ها از این نمایش نگرش و ادراک استفاده می‌کنم، زیرا در مورد تأثیرگذاری و کارایی شخصی و جمعی بینش‌های ژرفی ایجاد می‌کند. بیش از هر چیز نشان می‌دهم که شرطی شدن تا چه اندازه بر نگرش‌ها و برداشت‌های ما داره تأثیر می‌ذاره. اگر مدت 10 ثانیه بتوانید چنان تأثیری را که از خانواده، مدرسه، کلیسا، محیط کار، دوستان، همکاران و برداشت‌های اجتماعی موجود نظیر اخلاقیات شخصیت پذیرفته ایم و جمیعاً تأثیر خاموش و ناهوشیار خودش رو بر ما گذاشتند و به چارچوب مرجع و برداشت‌ها و نقشه هامون شکل بخشیدند. همچنین نشان می‌دهد که این برداشت‌ها منشأ گرایش‌ها و رفتارهامون هستند و برون از آنها نمی‌توانیم با تمامیت خودمون دست به عمل بزنیم. اگر برخلاف آنچه می‌بینیم حرف بزنیم و عمل کنیم، نمی‌توانیم جامعیت وجود ما را حفظ کنیم. اگر شما یکی از آن 90% بودید که به هنگام شرطی شدن زن جوان را در تصویر تلفیقی دیده بودید، قطعاً نمی‌توانستید تصور کنید که باید در گذشتن از خیابان بهش کمک کنید. هم گرایش و هم رفتارتون نسبت به او میبایست با نگرشی که ازش داشتید مطابقت کنه. این امر توجه ما رو به یکی از نواقص اصلی اخلاقیات شخصیت جلب کرد. کوشش برای تغییر دادن گرایش‌ها و رفتارهای بیرونی، اگر نتونیم اون برداشت‌های اصلی که منشأ بروز گرایش‌ها و رفتارهای مایند بیازماییم، در دراز مدت مؤثر واقع نمیشه. خب یه مثال فوق‌العاده عمیقی بود که ببینید یک برداشت چطور میتونه در رفتار و گرایش ما تأثیر بذاره و اخلاقیات شخصیت داره میاد روی رفتارها و گرایش‌های ما کار میکنه، ولی انگار چیزی در سطح برداشت ما نیاز به تغییر داره. ما هر چقدر روی رفتارمون کار کنیم، هر چقدر روی گرایش مثبت کار کنیم، بخوایم مثبت اندیشی کنیم، فایده‌ای نداره تا اون برداشت اصلی رو متوجهش نشیم و اون تغییر در اون برداشت اصلی اتفاق نیفته. استفان کاوی میگه که نمایش نگرش و ادراک نشان میده که برداشت هامون تا چه اندازه بر شیوه ارتباطمون با دیگران تأثیر میذاره. هر چقدر که فکر کنیم به شیوه روشن و عینی داریم به امور نگاه میکنیم، باز در میابیم که دیگران نیز ظاهراً از نقطه نظر کاملا روشن و عینی خودشون این امور را به شیوهی متفاوت میبینن. دیدگاهمون به این بستگی داره که در کدوم نقطه نشستیم یا ایستادیم. همه میل داریم فکر کنیم امور را همون گونه که هست میبینیم و موجوداتی واقع بین هستیم، حال آنکه چنین نیست. جهان را نه آنگونه که هست، بلکه آنگونه که خود هستیم یا آنگونه که شرطی شدیم میبینیم. به محض اینکه برای توصیف آنچه میبینیم لب به سخن میگشاییم، در واقع داریم خودمون رو توصیف میکنیم، نگرش ها و برداشت های خودمون رو. وقتی دیگران با ما مخالفت میکنن، بیدرنگ فکر میکنیم اشکالی در اونها وجود داره، اما همونطور که این نمایشنامه نگرش و ادراک داره به ما نشون میده، افراد صمیمی و صادقی که ذهنی روشن دارن نیز امور رو به شیوه متفاوت میبینن. هر یک از طریق عینک تجربه منحصر به فرد خودشونه که دارن جهان رو میبینن. این بدان معنا نیست که واقعیت وجود ندارد. در نمایش نگرش و ادراک، دو نفر که نخست از طریق تصاویر متفاوت شرطی شده بودند، با هم به تصویر سوم نگاه کردند. اکنون هر دو به واقعیت مشابه نگاه می‌کردند، به خطوط سیاه و فضاهای سفید، و هر دو این واقعیت را تصدیق می‌کردند. اما تفسیر هر یک از این افراد از واقعیت نمایانگر تجربه‌های پیشین اونا بود و واقعیت بدون تفسیر آنها به خودی خود معنایی نداشت. هر چقدر از برداشت‌های اصلی، نقشه‌ها و فرضیات خودمون و از میزان تأثیر تجربه هامون آگاه تر بشیم،
بیشتر میتونیم مسئولیت اون برداشت ها رو به عهده بگیریم و آنها رو بیازماییم و یا با واقعیت بسنجیم و به دیگران گوش فرا دهیم و نسبت به نگرش هامون گشوده تر باشیم و در نتیجه تصویر گسترده تر و دیدگاه بسیار عینی تری رو به دست بیاریم. اینجا استفان کاوی داره میگه که هر چقدر انگار این برداشت هامون رو بفهمیم، اون فرضیاتی که خودمون داریم و تأثیری که داره میذاره روی نتیجه گیری هایی که میکنیم، اون وقت بیشتر میتونیم مسئولیت برداشت هامون رو برداریم و بیشتر به برداشت های دیگران هم گوش بدیم تا یه دید کلانتر و گسترده تری رو پیدا کنیم نسبت به جهان. شاید مهمترین بینش حاصل از نمایش نگرش و ادراک در زمینه تغییر برداشت باشد که موجب ادراک یا بینش آنی داره میشه. یعنی این تجربه که سرانجام یه نفر تصویر تلفیقی رو به شیوه دیگه بتونه ببینه. هرچه که شخص بیشتر در بند نگرش نخست خودش باشه، تجربه بینش آنی نیز براش خیلی قدرتمندتر میشه. درست مثل اینکه ناگهان چراغی درونش روشن میشه. اصطلاح تغییر برداشت نخست توسط توماس کوهن در کتاب چشمگیرش ساختار انقلاب‌های علمی معرفی و مطرح شد. توماس کوهن نشان داد که چگونه تقریباً هر پیشرفت مهم علمی نخست حاصل سنت شکنی و جدایی از شیوه‌های پیشین تفکر و برداشت‌های کهنه بوده. از دیدگاه طولمی منجم بزرگ مثلی خب زمین مرکز عالم بود، اما کوپرنیک این برداشت رو تغییر داد و با قرار دادن خورشید در مرکز عالم مقاومت و همچنین سر صدای زیادی رو ایجاد کرد. ناگهان همه چیز تفسیری تازه پیدا کرد. فیزیک نیوتنی برداشتی در جهت حرکت عقربه ساعت بود و هنوز هم پایه مهندسی نوینه، اما جزئی و ناقص بود. برداشت انیشتین نظریه نسبیت در جهان علم انقلابی به وجود آورد که ارزش پیشبینی و توجیه آن بسیار بالاتر بود. قبل از اینکه نظریه میکروب شکل پیدا کنه، درصد بالایی از زنان و نوزادان به هنگام زایمانشون میمردن بی آنکه کسی علت اون رو بفهمه. در جنگ ها نیز بیشتر افراد از زخم ها و بیماری های جزئی میمردن تا از صدمات عمده خطوط اول جبهه. اما به محض کشف نظریه میکروب، برداشتی کاملا تازه، فهم و ادراک بهتر و ژرف‌تری نسبت به آنچه که صورت می‌گرفت، پیشرفت پزشکی عمده و چشمگیری را ممکن ساخت. ایالات متحده امروز ثمره تغییر نگرش و برداشته. قرنها مفهوم سنتی حکومت، رژیم سلطنتی و حق الهی پادشاهان بود. آنگاه نگرش و برداشت‌های متفاوتی پدید آمد. حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم. آنگاه دموکراسی مشروطه به وجود آمد و نبوغ و نیروی انسانی عظیمی را رها ساخت و معیارهای زندگانی و آزادی و رهایی و تأثیر و امیدی را ایجاد کرد که در تاریخ جهان سابقه نداشت. البته همه دگرگونی هایی که در نگرش و برداشت پدید میاد در جهت مثبت نیستند. همونطور که ملاحظه میکنیم، انتقالی که از اخلاقیات منش به اخلاقیات شخصیت صورت گرفته است، ما رو از ریشه هایی که به کامیابی و شادمانی راستین خوراک میرساند دور کرده. اما خواه در مسیر مثبت باشند و خواه منفی، خواه آنی باشند و خواه به مرور زمان شکل گیرند، تغییر برداشت موجب می شود که نگرش ما از جهان عوض شود و این دگرگونی ها تغییراتی قدرتمند ایجاد می کنند. برداشت های ما، خواه درست و خواه نادرست، منشأ گرایش ها و رفتارها و نهایتاً منشأ روابط ما با دیگران هست. تغییر نگرشی رو به یاد میارم که یه صبح یکشنبه در نیویورک تجربه کردم. مردم آرام نشسته بودن، بعضی روزنامه میخوندن، بعضی در افکار خودشون غرق بودن، بعضی با چشمان بسته استراحت میکردن. محیطی سرشار از آرامش بود. ناگهان مردی با بچه‌هاش وارد تراموا شد. بچه‌ها چنان پر سر صدا و افسار گریخته بودن که بیدرنگ کل فضا تغییر کرد. مرد کنارم نشست و چشمانش رو بست، گویی از وضعیت بیخبر بود. بچه‌ها مدام داد می‌زدن و چیز پرت می‌کردن و حتی روزنامه‌های مردم رو می‌کشیدن و می‌قاپیدن. واقعاً آزاردهنده بود. با همه اینها مردی که کنارم نشسته بود کاری نمی‌کرد.
امکان نداشت که آدم عصبی نشود. نمیتوانستم باور کنم کسی بتواند آنقدر بی‌توجه باشد که بگذارد بچه‌هایش وحشیانه بدوند و خودش بدون ذره احساس مسئولیت هیچ کاری نکند. کاملا معلوم بود که دیگران هم عصبی شده بودند. سرانجام که احساس کردم صبر و بردباری او غیر عادی است، به سوی او برگشتم و گفتم: آقای محترم، بچه‌هاتون واقعاً افراد زیادی رو ناراحت کردن. آیا ممکن است کمی آنها رو آرام کنید؟ مرد که گویا تازه متوجه موقعیت شده بود نگاه خیره‌اش را بلند کرد و آرام گفت: بله، حق با شماست. به گمانم باید کاری کنم. همین الان از بیمارستانی برمیگردم که مادرشان 1 ساعت پیش از دنیا رفت. نمیدانم به چه فکر کنم و نمیدانم چگونه با آن کنار بیایم. آیا می توانید تصور کنید که در آن لحظه چه احساسی داشتم؟ نگرشم عوض شد. ناگهان همه چیز را به شیوه متفاوت دیدم. به شیوه متفاوت احساس کردم. به شیوه متفاوت رفتار کردم. عصبیت من ناپدید شد. دیگر لازم نبود نگران کنترل گرایش و رفتارم باشم. دلم از درد این مرد لبریز شده بود و آکنده از احساس همدردی و شفقت شده بودم و گفتم: همسرتان 1 ساعت پیش درگذشت. واقعا متاسفم. آیا می توانید بگویید چه پیش آمده بود؟ چه کمکی از دستم ساخته است؟ همه چیز در یک آن عوض شد. بسیاری از افراد وقتی با بحرانی مواجه میشن که زندگیشون رو تهدید میکنه، ناگهان اولویت‌های خودشون رو از زاویه دیگه میتونن ببینن، یا وقتی ناگهان در نقش تازه‌ای گام مینهن، مثلا همسر یا پدر یا مادر یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا رئیس یا رهبر میشن، تغییر اساسی و مشابهی رو در شیوه تفکرشون تجربه میکنن. میتونیم هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها رو صرف اخلاقیات شخصیت کنیم و بکوشیم گرایش‌ها و رفتار ما را عوض کنیم، بی آنکه به آن پدیده دگرگونی که همین که امور را به شیوه متفاوتی ببینیم خود به خود پیش می آید نزدیک شویم. میگه بدیهیه که اگه بخوایم دگرگونی‌های نسبتاً کوچکی رو تو زندگیمون ایجاد کنیم، خب کافیه توجهمون رو ببریم به سمت گرایش‌ها و رفتارمون. اما اگر بخوایم دگرگونی عمده و بزرگی به وجود بیاریم، لازمه که به سراغ نگرش‌ها و برداشت‌های اصلی خود بریم. همچنان که سارو میگه هر ضربه‌ای که 1000 برگ خوش را به زمین میریزد، ضربه‌ای به یک ریشه میزند. فقط زمانی در زندگیمون میتونیم به پیشرفت‌های عمده نایل بشیم که به برگ‌های گرایش و رفتار ضربه و صدمه نزنیم و همچنین مراقب ریشه باشیم، مراقب برداشت‌ها و نگرش‌هایی که منشأ گرایش‌ها و رفتار ما هست. پس میگه که هر رفتاری که ما داریم، هر گرایشی که داریم، منشأ یک برداشت درونیه، منشأ یک نگرشی که از درون ما میاد. به جای اینکه بخوایم اون رفتار رو درست کنیم، بتونیم اون نگرشه رو تغییر بدیم، بتونیم اون برداشت رو ببینیم، سرمنشأش رو پیدا کنیم، اونجاست که یه تحول عمده برامون پیش میاد. دیدن و بودن. البته همه دگرگونی‌های نگرش و برداشت آنی و بیدرنگ نیستن. برخلاف بینش آنی من در تراموا، تجربه تغییر نگرشی که من و ساندرا درباره پسرمون داشتیم، فرایندی کند و دشوار و آکنده از سنجش و تأمل بود. روشی که نخست نسبت به او در پیش گرفته بودیم، حاصل سالها شرطی شدن و تجربه ناشی از اخلاقیات شخصیت بود. حاصل برداشت‌های ژرف‌تری که نسبت به خود داشتیم و در نقش پدر و مادر میپنداشتیم که موفقیت ما به میزان موفقیت فرزندمونه که بستگی داره و مادامی که آن نگرش و برداشت‌های اصلی رو عوض نکرده بودیم و مادامی که امور رو به شیوه متفاوت ندیده بودیم، نمیتونستیم خودمون در اون وضعیت دگرگونی عظیمی رو ایجاد کنیم. برای اینکه بتونیم پسرمون رو به شیوه متفاوت ببینیم، من و ساندرا میبایست متفاوت باشیم. وقتی برای رشد و پرورش منش خودمون کوشیدیم، نگرش و برداشت تازه‌ای برامون ایجاد شد. برداشت‌ها و نگرش‌ها رو نمیتونیم از منش جدا کنیم. بودن یعنی دیدن در ابعاد انسانی و آنچه میبینیم کاملا به آنچه هستیم ارتباط داره. اگر شیوه بودن خود را عوض نکنیم، نمیتوانیم بینش خود را عوض کنیم و همچنین بالعکس. حتی در تجربه تغییر نگرش و برداشت به ظاهر آنی، من در آن یک شنبه صبح در تراموا
دگرگونی بینش من حاصل و محدود شده توسط منش اصلی خودم بود. یقین دارم حتی بسیاری از افراد که ناگهان به حقیقت وضعیت پی بردن، همچنین خاموش و خجالت زده کنار مرد عزادار و سردرگم نشسته بودند، اندکی احساس گناه و پشیمانی کردند. همچنین یقین دارم افرادی نیز آنقدر حساس بودند که شاید از همان لحظه نخست پی بردن که باید مشکل ژرف‌تری وجود داشته باشد و پیش از من کوشیدند که آن را دریابند و کمکی بکنند. نگرش ها و برداشت ها قدرتمندند، زیرا عینک هایی را به وجود میارند که از طریق اون جهان رو میبینیم. قدرت تغییر نگرش و برداشت، خواه تغییر آنی و خواه فرایندی آهسته و سرشار از تعمق و تأمل، منشأ دگرگونی های عظیم هست. خب در مورد برداشت های مبتنی بر اصول میگه اخلاقیات منش بر این آرمان اساسی مبتنیه که تاثیرگذاری و کارایی انسان یه اصولی دارن. قوانین طبیعی در ابعاد انسانی که چون قانون جاذبه در ابعاد مادی کاملا واقعی و دگرگون ناپذیرن. مفهوم واقعیت و تأثیر این اصول رو میتونیم در تجربه دیگه‌ای که به تغییر نگرش و برداشت مربوطه و از فرانک کوچ نقل شده مشاهده کنیم. دو کشتی جنگی مأموریت یافته بودند برای آموزش نظامی به مدت چند روز در هوای طوفانی مانور بدهند. من در کشتی فرماندهی خدمت می کردم و با نزدیک شدن شب در پل فرماندهی که همان عرشه کشتی هست نگهبانی می دادم. هوای مه‌آلود سبب شده بود که دید کمی داشته باشیم. در نتیجه ناخدا نیز در پل فرماندهی ایستاده بود تا همه فعالیت ها را زیر نظر داشته باشه. پاسی از شب نگذشته بود که دیدبان روی پل فرماندهی گزارش داد نوری در سمت راست جلوی کشتی به چشم می‌خورد. ناخدا فریاد زد آیا نور ثابت است یا به طرف عقب حرکت می‌کند؟ دیدبان جواب داد ثابت است، که به این مفهوم بود که در مسیری که داریم میریم به هم برمیخوریم. ناخدا به مأمور ارسال علائم گفت به آن کشتی علامت بده که رو در روی هم ایستادیم. توصیه می‌کنم 20 درجه تغییر مسیر دهد. جواب علامت این بود که شما باید 20 درجه تغییر مسیر بدید. ناخدا گفت علامت بده که من ناخدا هستم و آنها باید 20 درجه تغییر مسیر بدهند. پاسخ آمد من مهناوی دوم هستم و بهتر از شما 20 درجه تغییر مسیر بدهید. تغییر نگرش و برداشتی که ناخدا تجربه کرد و همه ما که سرگرم خوندن این مطلب بودیم تجربه می‌کنیم، وضعیت رو در پرتو بینشی کاملا متفاوت قرار میده. در اینجا میتونیم واقعیت رو ببینیم که به علت آگاهی محدود او نادیده گرفته شده بود. واقعیتی که فهمیدن آن در زندگی روزانه‌مان همینقدر حیاتی است که برای ناخدا در هوای مه‌آلود حیاتی بود. اصول مانند برج مراقبتن، قوانین طبیعی که نمیتونیم اونها رو بشکنیم. همان گونه که سیسیل بی دومیل در اصول فیلم برجسته‌اش 10 فرمان نشان داده، نمیتونیم قانون رو بشکنیم. با قانون شکنی فقط خودمون رو میشکنیم. با اینکه افراد میتونن به زندگی و روابط متقابل خود به صورت برداشت‌ها یا نقشه‌هایی بنگرن که ناشی از تجربه و شرطی شدن آنهاست، اما این نقشه‌ها خود منطقه نیستند، فقط واقعیت ذهنی و کوششی برای توصیف منطقه هستند. واقعیت عینی یا خود منطقه متشکل از اصول برج مراقبت است که حاکم بر رشد و خوشبختی انسانه. قوانین طبیعی که در سراسر تاریخ در نسوج هر جامعه متمدن تنیده و ریشه هر خانواده و نهادی را که دوام آورده و کامیاب شده است تشکیل می دهد. میزان دقت نقشه‌های ذهنی ما برای توصیف منطقه واقعیت آن را تغییر نمی دهد. واقعیت این گونه اصول یا قوانین طبیعی برای هر کسی که عمیقاً بیاندیشد و سیر تاریخ اجتماعی را بیازماید آشکار می شود. این اصول بارها و بارها ظاهر می شوند به میزانی که افراد جامعه آن را دریابند و هماهنگ با آن زندگی کنند. آن جامعه را به سوی بقا و ثبات یا تجزیه و نابودی سوق می دهد. میگه به میزانی که یه جامعه این اصول رو بتونه بفهمه یا از این اصول دور باشه، یا به سمت ثبات میره یا به سمت تجزیه و نابودی. اصولی که به آنها اشاره میکنم آرمانهای عارفانه و مرموز یا مختص به یکی از ادیان نیستند. در سراسر این کتاب حتی یک اصل یافت نمی شود که منحصراً به یک دین یا یک اعتقاد ویژه از جمله دین خودم متعلق باشد.
این اصول بخشی از همه ادیانی است که به جا مانده‌اند، بخشی از هر فلسفه اجتماعی ماندگار یا بخشی از هر نظام اخلاقی، اصولی کاملا بدیهی که هر فرد به آسانی میتونه اعتبارش رو بسنجه، به شیوهی که گویی این اصول یا قوانین طبیعی بخشی از نهاد بشر، بخشی از آگاهی انسان یا بخشی از وجدان او باشد. ظاهراً این اصول در همه انسانها به رغم شرطی شدن اجتماعی و میزان وفاداری آنها به این شرطی شدنها وجود دارند، اگرچه توسط این شرطی شدنها یا عدم وفاداری به این اصول خاموش و بی‌حسن شده باشند. مثلا به اصل انصاف اشاره می‌کنم که کلاً تصوری که از مفاهیمی چون برابری و عدالت داریم از آن ناشی می‌شود و به خود شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد که کودکان خردسال با وجود تجربه‌های شرطی شدن مخالف آن فطرتاً آرمان انصاف را احساس می‌کنند. اگرچه میان شیوه‌های توصیف انصاف و طریق رسیدن به آن تفاوت‌های بیشمار وجود دارد، اما تقریباً همه جهانیان از کل این آرمان آگاهند. سایر نمونه‌ها عبارتند از یکپارچگی و تمامیت وجود و صداقت که پایه و اساس اعتمادی را ایجاد می‌کند که برای همکاری و رشد درازمدت شخصی و جمعی اساسی است. اصل دیگر حیثیت انسانی است. در اعلامیه استقلال ایالات متحده این ارزش یا اصل یا مفهوم اساسی چنین بیان شده است: این حقایق را بدیهی می‌انگاریم که همه انسان‌ها را آفریدگار برابر آفریده است و به همه آنها حقوقی معین و انکارناپذیر را عطا کرده است، از جمله حق حیات و آزادی و کسب سعادت. یکی دیگر از این اصول خدمت یا آرمان کمک ایثارگرانه است و اصل دیگر کیفیت یا تعالیه. یکی دیگر از این اصول توانایی یا این آرمان است که مانند جنین میتونیم رشد و پرورش پیدا کنیم و توانایی‌های افزونتری را از خود بروز دهیم و استعدادهای بیشتری را در خود پرورش دهیم. اصل رشد فرایند بروز توانایی و پرورش استعدادها در کنار نیاز به اصولی چون صبر و تعلیم و تشویق کاملاً به اصل توانایی و استعداد مرتبطه. اصول عملکردها نیستند. عملکرد یعنی کنش یا فعالیتی ویژه. عملکردی که شاید در موقعیتی مؤثر واقع شود، لزوما در موقعیت دیگه مؤثر قرار نمیگیرد. مثلا والدینی که میکوشند دومین فرزندشان را عیناً مانند اولی به بار بیارن میتونن گواه این امر باشن. عملکردها به اوضاع و شرایط ویژه تعلق دارن، حالان که اصول حقایقی ژرف و اساسی و دارای کاربردی جهانی هستند. اصول در مورد افراد و زناشویی‌ها و خانواده‌ها و هر نوع سازمان خصوصی و عمومی به طرز یکسانی صدق می‌کنه. وقتی این اصول به صورت عادت درونی شوند، به افراد این توانایی را می‌بخشند که برای کنار آمدن با موقعیت‌های متفاوت به عملکردهای گوناگونی دست بزنند. اصول ارزش‌ها نیستند. دسته‌هایی از سارقان می‌تونند در ارزش‌های سهیم باشند، اما این ارزش‌ها تخلف از آن اصول بنیادی است که درباره‌شان گفتگو می‌کنیم. اصول خود منطق است و حالان که ارزش‌ها به منزله نقشه هستند، هنگامی که اصول درست را ارج می‌نهیم و حقیقت را در اختیار داریم، یعنی از امور به همان گونه که هستند آگاهیم. اصول راهنمای آن رفتارهای انسانی هستند که ارزش ماندگار و پایدارشان به اثبات رسیده است. اساساً بحث ناپذیرند چون بدیهی هستند. سریع‌ترین راه برای پی بردن به سرشت بدیهی اصول توجه به این نکته است که کوشش برای زندگی مؤثر بر پایه و اساسی مخالف اصول تا چه اندازه بیهوده است. گمان نمی‌کنم هیچ کس بتواند بی‌انصافی و تزویر و حقارت و بیهودگی و تباهی و عدم مهارت و فساد را پایه و اساس محکمی برای خوشبختی و موفقیت پایدار بداند. اگرچه ممکن است افراد بر سر چگونگی توصیف یا شیوه تجلی اکتساب این اصول به بحث و جدل بپردازند، چنین به نظر می رسد که ذاتاً از وجودش آگاه و هوشیار هستند. هرچه نقشه ها یا برداشت های ما بیشتر با این اصول یا قوانین طبیعی منطبق باشند، دقیق‌تر و عملی‌تر خواهم بود. تأثیر نقشه‌های درست بر تأثیرگذاری شخصی و روابط متقابل ما بیش از هر گونه تلاش برای تغییر دادن گرایش‌ها و رفتارمون خواهد بود. تأثیر نقشه‌های درست بر تأثیرگذاری شخصی و روابط متقابل ما بیش از هر گونه تلاش برای تغییر دادن گرایش‌ها و رفتارهامون خواهد بود.
همونطور که استفان کاوی اینجا اشاره کرد یه سری اصول وجود داشت، مثلا انصاف، مثل یکپارچگی و تمامیت، مثل حیثیت انسانی، مثل خدمت، مثل کیفیت و تعالی، مثل توانایی، مثل صبر، مثل تعلیم. اینا همه چیزهایی هستن که میگه در واقع داره خود منطقه رو نشون میده، ولی ارزش ها چیزیه که نقشه راه داره مسیر رو به ما نشون میده. انگار هر چقدر این اصول در ما درونی تر بشه اونجاست که به موفقیت راستین و خوشبختی موندگار دست پیدا میکنیم. خب قسمت دومم تا اینجا به اتمام رسید. این بخش همچنان ادامه داره. اگر که کانال رو سابسکرایب نداری کانال رو سابسکرایب کن، با لایک و کامنتات هم حمایت کن تا افراد بیشتری بتونن این محتواها رو ببینن.